بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، امروز درباره یک شاه از شاههای ایران، شاه منطقه اهواز صحبت میکنیم که یکی از 7 عائله حکمرانی که ایران آن زمان یا امپری فارس آن زمان را حکومت رانی میکردند، عائله هرمزان است. و در اینجا ما ببینیم که چگونه نخبگان ایرانی عوامل انتقال تمدن یا فرهنگ فارسی و جهان اسلام شدند که از جمله آن نخبگان همین هرمزان است. هرمزان، فیروزان یا اینکه هرمیزان، یعنی که همین سه روایت از در نامش. خب والی گفتیم اهواز بود. در جنگ قادسیه، در جنگ جولولا و در جنگ شوشتر از خودش خیلی قهرمانان نشان داد و میتونیم گفت که کمتر همون فتوحات اسلامی رو کند کرد با همین مقاومت خودش در اون منطقه اهواز. و در جنگ شوشتر در آخر به مسلمانان تسلیم شد و خودش را به شرطی آنکه او را به نزد خلیفه عادل عمر بن الخطاب ببرند تسلیم کرد. خب روایت را هم تبری هم ابن کثیر در بدایه و نهایه میارند و دیگر کتاب طبقات ابن سعد اونجا آمدگی است. روایت البته هر خیلی است برادرها، لیکن ما اونجا اعتماد میکنیم به روایت تبری و روایت ابن کثیر. وقتی که صحابه ها شوشتر، یعنی که توستر میگن به عربی، به فارسی شوشتر میگن، فتح کردند، هرمزان خودش را تسلیم کرد و او را با 12 نفر نخبگان همون شهر به نزد عمر بن الخطاب توسط انس ابن مالک و احنف ابن قیس به مدینه به نزد خلیفه دوم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرستادند. اونها اومدند، قصه ملخصا میگم بعد در اطرافش صحبت میکنم. اومدن مسجد که کسی رو ندیدن در مسجد. بعد بیرون برآمدن، کودکا بازی میکردن، گفتن که کودکا گفتن شما کی رو میکوبید؟ گفتن که ما عمر بن الخطاب رو میکوبیم. گفتن که عمر در اونجا خواب است در مسجد. باز از نو به مسجد وارد شدن، دیدن که عمر همون جامعه خودش را پیچونده و مثل بالش استفاده برده اونجا خواب است و در دستش همون درش است. هرمزان در اومد گفت عمر کو؟ یعنی که باور نداشت که اون مرد خواب رفته عمر باشد. گفتن که نه، عمر همون خواب رفتگی انسان عمر است. بعد پس صحبت کردن تا اینکه عمر را ناراحت نکنن. بعد هرمزان گفت، هرمزان دیگه شاهزاده است، دیگه با همون لباسای واهمش قصدن اونها عمدن تاجایی که در اون یاقوت و زبرجد و نمیدونم مرجان و لؤلؤ داشت تاجای پوشوندن، لباسای حریر و لباسای فسان براش پوشوندن و وارد همون مسجد کردن. در اون شکل گفت که این پادشاه شما، گفت حاجی، پردهدار، یگان محافظ، یگان انسانی که سکرترش باشد، کاتبش باشد ندارد که به این شکل اینجا خواب رفته است. با اونا جواب گرفتن که این پادشاه ما نه حاجب دارد، نه حارس و محافظ دارد و نه که چی دارد، پردهدار دارد. بعد اون گفت که این باشد این باید پیغمبر باشد. گفتن که نه، پیغمبر نیست، لیکن به عمل پیغمبر عمل میکنه. وقتی دیگر مردم جمع شدن، او دیگه ابهت و هیبتی که در شکل هرمزان بود و لباس و تاج و طلای و حریر و دیباج، مردم جمع شدن دیگر، کم کم صداها برآمدن گرفت. عمر بن الخطاب بیدار شد، میگن خوابش. بعد وقتی که از خواب بیدار شد، دید که بالا سرش هرمزان ایستاده است. گفت هرمزان، چون که پیشتر از اون چی خبر آمد توسط پوسته که همین شخص رفته ایستاده است. و گفت بله. بعد حضرت عمر دیدن، تاجش نظر کردن، لباسش، اینش، ابهتش گوییم به اصطلاح. گفتن که اعوذ بالله من النار و استعین بالله، گفتن به خدا پناه طلب میکنم از آتش. و گفتن شکر خدا که همین هم خار و زار کرده و به همین روز آورده رسونده است. این مسلمان‌ها دیگه به دین خود تمسک کنید و دیگر نصیحت کردن. بعد گفتن که اون انسان گفتن که همین پادشاه اهواز است. عمر بن الخطاب گفتن که لباسش کشه برای سراقه پوشاند. سراقه ابن مالک اون شخصی بود که پیامبر بشارت داده بودن که تو هم لباسای شاههای ایران رو خواهی پوشید. بعد لباس دیگر پوشیدن، لباسی که در خشن‌تر باشد. بعد لباس خشن پوشوندن، نزد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه آوردن. بعد عمر گفت که هرمزان، پاداش اون غدر و خیانت هایی که کردی دیده شدی؟ یعنی این مرد چند بارها با مسلمان‌ها عهد بست، با اونها صلح بست، هر باری که از خودش نیروی میافت صلح را
میشکست. هرمزان گفت که من بتونم گفت آزادانه صحبت کنم. عمر بن خطاب گفت بله آزادانه صحبت کن. بعد گفت که ما با شما در جاهلیت جنگ میکردیم. یعنی به اصطلاح شما رو به خدا بودیم، ما رو به خدا بودیم. یعنی که اون دین آسمانی برای ما نبود. بعد بگید که ما شما رو بسیارتر غلبه میکردیم. چون که خدا نه با شما بود نه با ما بود. میگه به اصطلاح که ما که دیگر نظامی های به ترتیب داشتیم و قوه نظامی مرتب داشتیم، شما یک قبیله ها بوده، شما رو میزدیم میکفتیم نابود میکردیم. بعد عمر بن خطاب گفت که رضی الله عنه ما وقتی که در زمان جاهلیت بودیم ما رو مغلوب کردیم، چون که شما در جمع بودید، یک دسته بودید، یک دست بودید، ما متفرق و گوناگون و پراکنده بودیم، بنابراین شما بر ما غلبه کردید. وقتی که ما اسلام آوردیم دیگر ما بر شما غالب بودیم. و به این شکل این مرد اسلام می آورد و در مدینه زندگی میکند و حضرت عمر برای انسان 2000 درهم چی میکنن معاش تعیین میکنن. خب این یعنی که مختصر درباره حیات همین کی است؟ هرمزان است برادر عزیز. لیکن ببینید اینجا یک دیگر روایتی که آمده است جالب است بسیار، درباره آب دادن به هرمزان و امان دادن به هرمزان گپ میزند که معنای آن دارد که این واقعیت چند بار این که شاید که واخوری عمر بن الخطاب رضی الله عنه با هرمزان یک چند بار شده است. این بار اولی که ما نقل کردیم برای شما همین بود. میگن که وقتی که انس بن مالک در آوردن اونجا آوردن مصاحبه شد، هرمزان گفت من تشنه هستم. وقتی برای آب آوردن آب گرفت و دستش لرزید. عمر بن الخطاب گفت که چی دستت میریزه؟ گفت میترسم که در هنگام آب نوشیدن ما رو نکشه. گفت نه، گفت تو آب تو راحت نوشیدن تو هیچ کی نمیکشه، تا آب نخوری نمیکشه. که هرمزان همون ظرف آب زد شکست، گفت من آب نمینوشم. تو به همین به من امان دادی. گفت یعنی عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قهرش اومد، گفت تو ولی من فریب میکنی، من تو میکشم. ببینید چقدر در اسلام عدل و عدالت است. یعنی خلیفه خودش را خدای روی زمین فکر نمیکرد، خصوصا خلفای راشدین، خلفایی که در قدم به قدم از پی پیامبر میرفتن. وقتی که این گپ اومد که من تو رو میکشم، اونجا صحابه گفتن که شما دیگه حق ندارید کشتن. من گفت چرا ما حق ندارم؟ او گفتن شما این امان داده و چه خیلی من گفته تو آب نخوری نمیبری، این مرد آب نخور. بعد بردن هرمزان زندان کردن. این در یک روایت دیگر است. در یک روایت در هم مجلس شده است. بعد وقتی که انس بن مالک که ما گفتیم که همین انس کی آورده بود هرمزان، با عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفت که من گفت در فارس مردمان رو گذاشته اومدم که خیلی سرسختن، خیلی مردم یکرمن، خیلی برای وطن خودشون سلاح شوران جنگ میکنن، اونا مردم سرسخت هستن. تو اگر اینو کشی وای مردم دیگه امیدشون نمیمونه که میگن که این خلیفه آدم کش بود، دیگه ما هم خپت مثل هم هرمزان میکشد و دیگر امید به اسلام در اونها نمیمونه. خوب میشود که این مرد که زنده مونه تا که خبرش در فارس رود و مردم فارس درک کنن که تو انسانی برحم هستی، انسان عادل هستی و یعنی که امید پیدا کنن و برای اسلام یعنی که جای برای اونها اسلام وارنشون مونه. بعد عمر بن الخطاب گفت که دید که انس که برادرش رو همین هرمزان کشته بود، برای ابن مالک برادر انس. گفت که برادرش کشتگی است، لیکن مرد نمیخواد که این آدم کشته شود، چون که کشتن این ضرر به جبهه‌ای که در فارس بود. بسیار مردم شاید میشورند که دیگر تا مردن جنگ میکردن مردم فارس. انس بن مالک وقتی این سخن گفت، عمر گفت که برای من دلیل بیار که من برای این امان دادیم. چون که انس گفت تو امان دادی. انس میگه من از مسجد برآمدم که زبیر بن عوام دیدم. در اون جلسه که بار اول عمر وقتی آب نوشش برای این امان داده بود، زبیر هم وجود داشت. زبیر هم اومد گفت که گواهی داد که رضی الله عنه من بودم، تو برای مردک امان دادی. دیگر حضرت عمر تسلیم شدن به اون گواهی برادرانشون، برادرای مهاجرشون و انصارشون و از کشتن هرمزان دست کشیدن و هرمزان هم مدت در زندان موند و بعضی میگن که نه زندان نشده است و عباس او رو دعوت میکند و اون مردک اسلام میبرد و چه خیلی گفتیم ماهانه 2000 میگیره و یکی از یاران حضرت عمر میشود، یعنی که مشورت چا میشود. ببینید دوستان، ما گفتیم که وقتی نخبگان ایرانی مسلمان شدن تاثیر اونها با فرهنگ اسلامی رسید. حتما یعنی که وقتی که دو فرهنگ با هم رو برو میشود
بینشون اینش به اینش تاثیر میگذاره، اینش به اینش تاثیر میگذاره. و گفته می شود که از خدمت هایی که این مرد کرده است این است که هرمزان در تشکیل دیوان یا که در تأسیس دیوان در خلافت نقش دارد. چون که وقتی که مسلمان ها فتح میکردند و اون غنیمت هایی که می اومد تقسیماتش در زمان ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر کس میدادن برابری. به دوره حضرت ابوبکر هم خیلی بود، بدایت حضرت عمر هم خیلی بود. لیکن اینها دیگر ندونستن که چیکار کنند. دیگر بعد اون که از فارس و از بیزانت غنیمت های بسیار اومد و بور در مدینه میگن چخیلی که طبقات ابن سعد اومده است جمع شود، مردم حیران بشن چخیلی تقسیم کنیم برای مردم. همینجا هرمزان میگن که ما یک چیز داریم نامش دیوان است. در اون دیوان میگه ما هر یک انسان به همون رتبه خودش معین میگه نام نویسی میکنیم، بعد هر ما از دولت برای او یک انسی معین میدیم و در اوبرو همش چی میشود ثبت میشود در اون دفتری که نامش دفتر دیوان میگن. بعد این فکر برای حضرت عمر خیلی موافق اومد. بعضی میگن که این ولید ابن مغیره ابن هشام گفتگی است، بعضی میگن که این فکر همین هرمزان گفتگی است. یعنی کی نموشد من همین فکر بعد تطبیق کردن. و عجیبش این که حضرت عمر 3 نفر از مهاجرا رو مکلف کردن که انسانها رو دستبندی کنند طبق اسلام آوردنشون و در غزوات اشتراک کردنشون. و اونا دستبندی کردن. مثلا اول گفتن که اول نام خودتون رو می‌نویسیم و همراه عائلتون. ببینید خیلی در همه جا هستن انسانا که شاید که از راه اخلاص گفته باشد، شاید که یگان اخلاص که به اصل عمر نزدیکی جوید. گفتن که نه، اول گفتن از بنی هاشم، اول گفتن از بنی هاشم شروع میکنیم. بنی هاشم کی؟ بنی هاشم عباس و آل عباس و علی و آل علی و جعفر و آل جعفر و عقیل و آل عقیل. اونها رو هم از عائله خودش، هم از عائله ابوبکر، هم از عائله عثمان دیگه رو بالا گرفت، فقط برای خاطر اون که اونها اولادای پیامبر هستن. اونها میگیم که هم قبیله های پیامبر هستن. بنی هاشم عباس و آل عباس و علی و آل علی. و ببینید حضرت عمر محبتشون به اول بیت پیامبره که ببینید میگن که حسن و حسین رو بر دیگر فرزندان علی ترجیح داد و مثل اهل بدر برای آنها نفقه میداد. یعنی اگر صحابه عادی 5000 گرم و بدری هایی که در بدر اشتراک کردن مثلا 10000 گرم، حسن و حسین هم مثل اونا داد. فقط برای خاطر اون گفتن که این یادگاری محمد صلی الله علیه و سلم است از فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. باز بعضی کارنامه‌کان بیان دو حضرت عمر دشنام میدن، حضرت عمر ناسزا میگن، بعد رفتار میگن، خداوند اونها را برای راست هدایت کنه. خب خلاصه دیوان به همین شکل چی شد؟ تقسیم بندی شد و مردم همه خیلی پول میدن. بعد میگن که در آخر حیاتشون حضرت عمر از این چیز پشیمان شدن، گفتن که کاش که مردم من برابر بدارم، اگر سال آینده هنگام تقسیم معاش من زنده مونم حتما مردم همیشه به یک طبقه به یک دسته حساب میکنم و معاش اونها رو برابر تقسیم خواهم کرد. که این چیز در زمان عثمان هم بود، در زمان علی بن ابی طالب رضی الله عنه نیز همین چیز بعد به همین شکل رفت. یک خدمت دیگری که هرمزان میکند این دیوان سپاه رو نیز به ترتیب میاره. اون چیزی که در دیوان انوشیروان بود یا در دیوان ساسانی بود اون رو به اینا میکشوند و مسلمانان میگیرن اونا به شکل خود اسلامی باز سازی میکنن. یک خدمت دیگرش که در بعضی کتاب‌ها هم اشاره شده است به این چیز، تاریخ هجری هم به اشاره همین میشه. چون که وقتی که حضرت عمر یک مسئله تحویل میآید و در اونجا شهر ماه شعبان اشاره شده بود، گفتن که همین شعبان از شعبان آینده است. نفهمیدن کدام شعبان است، پرسیدن که کدام شعبان است. خب باید تاریخی بذاریم که این شعبان از اون شعبان فرق کنه. بعد اشاره شد که به همین تاریخ هجری که حضرت علی اشاره کرده باشه یا اون صحابی دیگر اشاره کرده باشد. بعد وقتی که از هرمزان پرسیدن، هرمزان گفت که ما همین نمود که تاریخ گذاری داریم که در اون ماه ذکر میشه، در اون روز ذکر میشود و همین شکل مسلمان‌ها که تاریخ هجری را برای خود تاریخ گرفتن. بعضی میگن سال 15 یا که سال 16 هجری همین چیز شروع شد. مسور ابن مخرمه میگه که من هرمزان رو دیدم که در روحان و منطقه است، در حج همراه عمر بن الخطاب بود. اینچنین ابراهیم ابن سعد میگه که هرمزان را دیدم که در حج همراه عمر بن الخطاب بود و در یک لباسی حبره داشت که میگن که لباسی که رخ است که اون زمان در بسیارتر در یمن ساخته میشد. یعنی که اینجا شهادت برام میدن که مردک اسلامش اسلامی
صحیح بود، اسلام درست بود و با همراه خلیفه که یک شخص نزدیک به خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه شده بود و با او به حج سفر میکرد. این بود قهرمان ما هرمزان. لکن متاسفانه هرمزان به یک شکل فاجعه‌ای به قتل رسانده شده است. چه خیلی یعنی که میگن که در ماجرای قتل خلیفه دوم عمر ابن خطاب رضی الله عنه گویا دست داشته باشد. یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی لعنت الله علیه که خلیفه دوم را کشت با خنجر خودش، گویا که با همین هرمزان یگان مصلحتی داشته باشد. این چه خیلی شد؟ میگن که در روایت آمده است که از عبدالرزاق صنعانی روایت کرده، میگه که عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه که من یک روز دیدم که هرمزان و جفینه و ابو لؤلؤه با هم، یعنی که دست بالای کتف یکدیگر موندند و یعنی که چی پیچ راست میزنن با هم، یعنی یک چیز سری با هم یکدیگرشون میگفتن. یکی بار میگه خنجر افتید که خنجر از مابین شکافته شده بود، یعنی که خنجری بود که دو نوگه بود، دو نوگ داشت و تا نیمش قریب به همین شکل رفتگی بود. بعد اون که عمر بن الخطاب رضی الله عنه کشته شدند، وقتی که عبدالرحمن این گپ زد گفتن که روید ببینید که همون کارد آیا همین شکل است یا نیست، همون خنجری که عمر کشتن با اون میرن ببینن که همون کارد همون چیز است. بعد عبیدالله ابن عمر ابن الخطاب وقتی که این چیز میبیند درک میکند که هرمزان چی در همین چیز شبهه میکند که در همین قتل پدرش و هم شریک باشد، گرچه که هرمزان اسلام آورده بود و با مسلمانان نماز میخوند و رفت و هرمزان فریب داد و به خانه‌اش آورد و گفت که من یک اسب دارم که باید تو اسب ببینی، چون که هرمزان خیلی آدم ذکی و زیرک بود و در این بسیار چیزا رو بلد بود، از جمله همین اسب شناس بود که اسب چی بیماری داشته چی میبرن. وقتی که هرمزان با اسب مشغول بشد شمشیر میگرد و هرمزان وقتی که میزند میگن که وقتی که گرمی شمشیر در بدنش حس کرد هرمزان لا اله الا الله گفت. بعد از اونجا میبرید و جفینه میکشد. جفینه یک غلام نصرانی بوده که اونم گفتم چه خیلی که با ابو لؤلؤ که یکجا بود، اینم شبهه میکنه از اینم میکشد. بعد متاسفانه در بعضی روایات آمده است که میرود و یک دخترچه ابو لؤلؤ مجوسی رو نیز میکشد. دیگر مدینه ناآرامی فرا میگیرد و پیش عبیدالله بن عمر گرفته میشود و مردم میگن که تو چیکار کردی؟ میگن یعنی که این حالی انسان ها اثبات نشده است مثلا در این چیز اشتراک داشته شده در این ماجرا، پیش میگیرن شمشیرش میگیرن. بعد عبیدالله خیلی عصبی بود، میگن در اونجا تا تو میگفت که اگر من یک غلامی رو در مدینه نمونم مگر اینکه از دم شمشیرم میگذرونم، لیکن صحابه پیش گرفتن. و حالا این همون 3 روزه که عمر بن الخطاب تعیین کردن برای خود، یعنی که 6 نفره تعیین کردن که شما از بین خود یک خلیفه اختیار کنید. حالا اون ماجرا میرفت، ولی خلیفه انتخاب نشده بود که همین ماجرا شد. این ولی مسلمان سردار ندارن. خب بعد عثمان ابن عفان وقتی انتخاب شدن، اولین مسئله که پیش آمد همین مسئله بود. خیلی اینجا عمرو بن العاص که همزال حج آمده بود و والی مصر بود، حج آمده بود، میگه که خیلی شکر خدا که تو در زمان تو نشد از این کار، یعنی که در یک زمانش که مسلمانان خلیفه نداشتن، بنابراین تو این مسئله ببین مهاجر آمدن گفتن میکشیم. تصور کنید او جوفینه هم یک مولا هست که غلام است، هرمزان هم دیگه اسیر آمده بود، مسلمان بود لیکن از دیگر قوم بود، اون دختر ابو لؤلؤ هم اینجوری به همین شکل. لیکن مهاجرا گفتن که باید عبیدالله کشته شود. به جامعه اسلامی چقدر طرفدار عدالت بود. ما برای خاطر یک شبهه نباید که این 3 نفر انسان رو میکشن. بعد دیگرش هم گفتن که آخه دیروز پدرش کشتن، با امروز بچه کشیم چه خیلی میشه. بعد عثمان ابن عفان گفت که من ولی امر مسلمان ها هستم و دیگه همون هرمزان و دیگرها رو من پرداخت میکنم. بعد اون پسر هرمزان رو آوردم، پسر هرمزان هم که از این گذشت کرد و برای باید دیگه پدرش دادش و برای دیگرش هم دیگه بعد دادم. به همین شکل اینه که چی شد. ببینید یعنی که اینجا من گفتنیم که دوستان مسلمان ها به درجه عدالت رعایت میکردن که گرچه که همون مردک پدرش خلیفه هم بود، خودش هم از صغار صحابه در زمان پیامبر تولد شده بود، لیکن نگذاشتن که همین خیلی کارش به حساب کتاب باشه. تا وقتی که علی بن ابی طالب وقتی خلیفه شدن، وقتی گفتن که من اینا باید کشته شود، یعنی باید به خون هرمزان کشته شود و عبیدالله بن عمر به شام گریخت طرف و در شام در سیفین جنگ میکرد و در سیفین کشته شد. این بود دوستان عزیز مختصرا قصه هرمزان و دیدم که چه خیلی تاثیر در تاریخ اسلام دارد
و تا حلقه آینده شما رو به خدای تعالی میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسور ابن مخرمه میگه که من هرمزان رو دیدم که در روحا نامی منطقه است، در حج همراه عمر بن الخطاب بود. اینچنین ابراهیم ابن سعد هم میگه که هرمزان را دیدم که در حج همراه عمر بن الخطاب بود و در یک لباسی حبره داشت که میگن که لباسی که رخ است که اون زمان در بسیارتر در یمن ساخته میشد. یعنی که اینجا شهادت برام میدن که مردک اسلامش اسلامی صحیح بود، اسلام درست بود و با همراه خلیفه، یعنی که یک شخص نزدیک به خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه شده بود و با او به حج سفر میکرد.